Unfiltered. این پادکست قراره جایی باشه برای حرف زدن. نه قضاوت قطعی، نه شعار، نه نسخه پیچی. اینجا درباره بحران‌های روزمره صحبت می‌کنیم. چیزهایی که شاید هر روز باهاشون درگیریم. اما کمتر فرصتش رو داریم آروم و بی‌واسطه دربارشون فکر کنیم. من اینجا قرار نیست نقش کسی رو بازی کنم که جواب همه چیز رو بلده. قرار سوال بپرسم. با آدم‌هایی که زاویه دید متفاوت دارن و شاید حتی با خود من هم نظر نباشن، هم صحبت بشم. و خب، این روزها شلوغی دیگه فقط یه واژه خبری نیست. برای خیلی‌ها یه تجربه واقعی و روزمره است. قبل از ورود به بحث، بد نیست مهمون برنامه رو معرفی کنم. جغد، کارشناس مسائل اجتماعی و سیاسی، فارغ التحصیل علوم اجتماعی از دانشگاه سوربن پاریس و پژوهشگر حوزه تحولات اجتماعی در جوامع در حال گذار. امروز قرار نگاهش رو از زاویه دانشگاهی و بدور از هیجان با ما در میون بذاره. بریم سراغ نظرش. به نظر شما شلوغی‌های اخیر در ایران رو چطور باید دید؟ به نظر من مردم دنبال حق طبیعی خودشون هستن. دارن حق مشروعشون رو از حکومت مطالبه میکنن. حق شنیده شدن، حق اعتراض و حق درخواست پاسخگویی. یعنی شما این اتفاقات رو بیشتر از جنس مطالبه میبینید، نه مثلا بی‌نظمی یا آشوب. دقیقاً. وقتی فشارها طولانی میشن و راههای گفتگو بسته میمونه، مطالبه خودش رو به شکل‌های مختلف نشون میده. این چیز تازه‌ای نیست. میفهمم چه میگید، ولی حس میکنم خیلی از مردم بین روایت‌ها گیر افتادن. یکی میگه اعتراضه، یکی میگه سوء استفاده است، یکی میگه کار بیرونه. خود مردم هم انگار نمیدونن کدوم صدا رو باور کنن. این سردرگمی طبیعیه. وقتی اعتماد آسیب میبینه، فضا برای روایت‌های متناقض باز میشه. اما نباید اصل خواسته ها گم بشه. به عقیده من یه نکته مهم اینجا هست که کمتر بهش توجه میشه. خیلی وقتها مردم با اشتباه خطاب قرار دادن حکومت تمام مسئولیت وضع موجود رو متوجه داخل میدونن، در حالی که سهم بسیار بزرگی بر عهده همونهایی است که مردم ایران رو تحریم کردن. تحریم هایی که مستقیم زندگی مردم عادی رو هدف گرفتن و حالا همون جریان ها با منحرف کردن مسیر از اعتراض به سمت آشوب دنبال منافع خودشون هستن. یعنی شما معتقدید بخشی از این فضا داره آگاهانه به سمت تنش هل داده میشه؟ هوشیاری اینجا خیلی مهمه. از همین تریبون فقط میتونم هشدار بدم که مردم آگاه باشن. تفکیک کنن بین اعتراض به حق و جریانی که سعی میکنه از شلوغی برای منافع خودش استفاده کنه. گول نخورن و اجازه ندن مطالبه واقعیشون گم بشه. حالا که بحث روایت شد، یه سوال شاید حساس. نظر شما درباره صحبت‌های اخیر ترامپ در رابطه با همین شلوغی‌ها چی؟ نظر من مشخصه. این مسئله خود ملت ایرانه. نه نیازی به دلسوزی بیرونی داره و نه حمایت نمایشی. اون هم از طرف کسی که خودش یکی از عوامل اصلی فشار اقتصادی روی مردم ایران بوده. منظورتون تحریم هاست؟ دقیقاً. از همون ابتدا هم روشن بود که این تحریم ها بیش از هر چیز زندگی مردم عادی رو هدف گرفتن. معیشت، دارو، کار و آینده. بعضی ها میگن هر صدایی که از بیرون شنیده میشه الزاماً منفی نیست. میگن حداقل توجه جهانی رو جلب میکنه. توجه وقتی معنا داره که با مسئولیت پذیری همراه باشه. ضمن اینکه نباید حافظه تاریخی رو کنار گذاشت. همین کشورها در برابر اعتراضات داخلی معمولاً برخوردهای خیلی سختگیرانه‌ای دارن. اتفاقاً این چند روز تو خبرها اومده بود که ترامپ تهدید کرده برای کنترل تظاهرات گسترده کلمبیایی‌های مقیم آمریکا ممکنه ارتش رو وارد خیابون‌ها کنه. در ایران همین تناقضه که سوال برانگیزه. اونجا اعتراض میشه تهدید امنیت، اینجا میشه نماد آزادی. و مردم این دوگانگی رو خیلی شفاف متوجه میشن.
پس میشه گفت نه قهرمان بیرونی قرار مسئله رو حل کنه، نه نسخه‌ای که از بیرون پیچیده میشه الزاماً به این فضا میخوره. و شاید سخت‌ترین بخشش همین باشه. اینکه بدون تکیه به بیرون مجبوریم با خودمون روبرو بشیم. تا شماره بعدی، بدرود. Unfiltered. این پادکست حاصل تلاش من و همکارامه. تلاشی برای ایجاد فضایی که توش بشه بدون شتاب، بدون هیجان اضافه و بدون شعار درباره مسائل اطرافمون گفتگو کرد. اگه دوست دارین این مسیر ادامه پیدا کنه، با دنبال کردن پادکست و به اشتراک گذاشتن اپیزودها از این گفتگوها حمایت کنید.